شده تا حالا وسط یه مکالمه یا مثلا توی جای کاملا جدید یه حسی بهتون دست بده که انگار من قبلا اینجا بودم؟ این حس خیلی عجیب و غریب همون دژاووه و امروز میخوایم با هم بریم سراغش و ببینیم داستانش چیه. این حس آشنای یکم وهم‌آلود واسه خیلی از ماها پیش میاد، نه؟ یه لحظه خیلی خاص که انگار قسم میخورید قبلا تجربهش کردید، ولی هرچی به مغزتون فشار میارید یادتون نمیاد دقیقاً کی و کجا بوده. خب حالا بیایید یکم عمیق‌تر شیم. اصلاً چرا این حس اینقدر مرموزه و چرا مطالعه علمیش برای دانشمندان اینقدر سخته؟ ببینید مشکل اصلی اینجاست که دژاوو کاملا یهویی و بدون هیچ هشداری اتفاق میفته. یعنی شما نمیتونید بگید خب من الان میخوام دژاوو رو تجربه کنم. برای همینم هست که آوردنش توی آزمایشگاه و مطالعه کردنش تقریبا غیر ممکنه. اما خب با تمام این سختی‌ها دانشمندا یه سری الگوهای خیلی جالب پیدا کردن. مثلا اینکه بچه‌های کوچیک یعنی زیر 8-9 سال اصلاً دژاوو رو تجربه نمی‌کنن. بیشترین زمانی که سراغمون میاد تو سن نوجوانی و 20 و چند سالگیه. بعد هر چی سن بالاتر میره کمتر و کمتر میشه. خب این الگو چی به ما میگه؟ احتمالاً یه ربطی به روند رشد و تکامل مغزمون داره. خب پس واقعا دژاوو چیه؟ قوی ترین نظریه‌ای که الان داریم میگه همه چیز زیر سر یه گلیچ یا یه خطای خیلی کوچولو توی زمانبندی مغز ماست. یعنی چی؟ ببینید یه جورایی انگار مغز ما 2 مسیر پردازش اطلاعات داره. یه مسیر ناخودآگاه که مثل برق و باد کار میکنه و یه مسیر خودآگاه که یه ذره با تأخیر عمل میکنه. حالا نظریه اینه که موقع دژاوو اون مسیر ناخودآگاه سریع اطلاعات رو یک کسری از ثانیه زودتر از مسیر خودآگاه ما پردازش میکنه. یه مثال فوق‌العاده برای درک این پردازش ناخودآگاه پدیده‌ای به اسم دیده کوره. توی این حالت افرادی که به خاطر آسیب مغزی نابینا شدن به صورت خودآگاه هیچی نمیبینن ولی مغزشون هنوز داره اطلاعات بصری رو دریافت میکنه و بهش واکنش نشون میده. این دقیقاً نشون میده که چطور مغز ما میتونه بدون اینکه ما آگاه باشیم کار خودش رو بکنه. پس بذارید کل فرایند رو یه بار مرور کنیم. یه اتفاقی میفته، مغز ناخودآگاه شما اون بخش سریع ماجرا فوراً پردازشش میکنه. حالا با یه تأخیر خیلی خیلی کوتاه در حد کسری از ثانیه نوبت به مغز خودآگاه شما میرسه و دقیقاً تو همین لحظه است که مغز خودآگاهتون میگه صبر کن ببینم، من اینو قبلا دیدم و اینجاست که اون حس آشنایی کاذب به وجود میاد. خب حالا سوال اینه که اصلا چی باعث این ناهماهنگی کوچیک میشه؟ دانشمندا فکر میکنن که احتمالاً یه اتفاق عصبی خیلی جزئی و کاملا بی‌ضرره. فکر کنید یه سیگنال الکتریکی تو مغزتون برای یه لحظه یه مسیر اشتباهی رو میره. یه جرقه کوچیک بی خطر. همین. و موضوع وقتی جالبتر میشه که بدونیم دژاوو تنها نیست. یه جورایی یه خانواده از این گلیچ‌های عجیب و غریب مغزی وجود داره که احتمالاً شما هم چند تا از اعضای دیگه‌اش رو تجربه کردید. تا حالا شده درست موقعی که دارید به خواب میرید یا حس کنید دارید از یه جایی میافتید و بدنتون یه تکون شدید بخوره؟ این همون پرش هیپنوگوژیکه. در واقع مغز شما شل شدن عضلاتتون رو با سقوط اشتباه میگیره و یه شوک بهتون وارد میکنه تا بیدار شید. این هم یه خطای کاملا طبیعی و بی خطر مغزه، درست مثل دژاوو. آها، این یکی دیگه خیلی آشناست. همون حس کلافه کننده نوک زبونمه. یعنی شما 100% مطمئنید که جواب رو میدونید ولی هر کاری میکنید به ذهنتون نمیاد. فکر کنم هممون این لحظه رو داشتیم، نه؟ اسم اون بازیگره چی بود؟ همون که تو اون فیلم بود، ای بابا. جالبه بدونید یه نظریه میگه مغزتون برای اینکه به کلمه درست برسه سعی میکنه تمام کلمات اشتباه مشابه رو سرکوب کنه، اما گاهی وقتا انقدر تو این کار زیاده روی میکنه که خود کلمه اصلی رو هم اشتباهی فیلتر میکنه. واقعا عجیبه. و حالا میرسیم به نقطه مقابل دژاوو، یعنی ژاموو. اینجا داستان کاملا برعکسه. یعنی یه چیزی که 100% براتون آشناست یهو کاملا جدید، غریبه و عجیب به نظر میاد. تا حالا شده یه کلمه خیلی ساده رو انقدر تکرار کنید که یهو حس کنید هیچ معنایی نداره؟ مثلا کلمه در یهو بی معنی میشه. این دقیقاً ژاموو هستش. اتفاقی که میفته اینه که از بس اون کلمه رو تکرار میکنید، نورون‌های مربوط بهش توی مغزتون خسته میشن و ارتباط بین اون کلمه و معناش موقتاً قطع میشه. خب پس جمع‌بندی کنیم.
تمام این تجربه‌های عجیب و غریب از دژاوو گرفته تا ژاماوو یه چیز خیلی مهم رو به ما یادآوری میکنن. با اینکه مغز ما یه ماشین فوق‌العاده است، اما اون حسی که ما نسبت به چیزایی که میدونیم داریم همیشه هم قابل اعتماد نیست. و این یه فکر خیلی عمیق رو تو ذهن آدم میندازه. اینکه حتی اون حس آشنایی قوی، اون حسی که به ما میگه من این رو میدونم، میتونه یه خطای ساده مغزی باشه. این واقعیت ما رو با یه سوال خیلی بزرگ تنها میذاره. اگه این حس انقدر میتونه شکننده باشه، پس واقعاً به چند درصد از خاطرات و دانسته‌های دیگمون میتونیم با اطمینان 100% تکیه کنیم.